صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید. کسی نیست. بیا زندگی را بدزدیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردی بدل می کنند. مردم هر سرزمینی در اون معماری بومی خودشون آرامش بیشتری دارن. ما تاریخ بزرگی داریم، کلام از ما شروع شده، سخن از ما شروع شده، خیلی از حرفای مهم از ما شروع شده. این قدم دیگه بابا به این یا به شرق قش میکنیم یا به غرب قش میکنیم یا با یه مقدار خودمون رو تحویل بگیریم. البته این معناش این نیست که آقای مثلا ونگوک هنرمند نیست، آقای داوینچی مثلا هنرمند نیست، قطعا که از آقای میکلانژ هنرمند نیست. اصلا هنرمندها کشور و زمان ندارن، اینا وصل میشن به هم. مثل آقای بوتکه میاد و مثلا در مورد حافظ میگه آقا این آدم برجسته است. همه همینن دیگه. قرار نیستش که ما هی با خودمون درگیری ایجاد کنیم. اینه که فضاهای معماری ما از نظر من، از معماری گوتیک به نظر من حتی جذاب‌تر از باروک که اینقدر ما میگیم آقا این کلیساهای باروک و فلان و اینا، به نظر من دلنشین‌تره. ما یک فضای زیبایی داشتیم که بیش از آن که به دنبال رخنمایی باشیم در معماری، این نظر شخصی منه، به دنبال زندگی در معماری بودیم. یعنی ببینید شما مثلا جاهای دیگه دنیا میرید، طرف این مجسمه میساخته که همه بیان بگن آو عجب بنایی، عجب مجسمه. ما نمیخواستیم، ما میخواستیم زندگی کنیم. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر و زلف سخن را به قلم شانست. من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست. و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها را باید شست. واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها را باید بست، زیر باران باید رفت.
فکر را خاطر را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر فرمود.